به چی فکر میکنی خانم دکتر؟ دارم به این فکر میکنم که گل گاوزبون با اینکه خیلی مفید هست برای خیلیا ولی یه سری مضراتی داره. من اومدم گل گاوزبون بچینم ولی یادم افتاد که گل گاوزبون برای بچه‌ها به خصوص زیر 5 سال ممنوعیت مصرف داره. برای خانم‌های شیرده و باردار به هیچ عنوان نباید مصرف بکنن به دلیل عوارضی که روی بچه‌ها داره. برای افراد فشار خونی حواستون باشه فشار خون بالاها مصرف نکنن. کسانی که سنگ کلیه دارند یا سابقه‌شو دارند در مصرفش بسیار احتیاط کنند. اونایی که عمل جراحی دارن یادشون باشه به هیچ عنوان مصرف نکنن چون گل گاوزبون رقیق کننده خون هست و ممکنه ایجاد خونریزی بکنه و کسانی که داروهای رقیق کننده خون مصرف میکنن مثل آسپرین، وارفارین و یا داروهایی مثل ناپروکسن یا دیکلوفناک یا آسپرین مصرف میکنن حواسشون باشه این رو مصرف نکنن. پس در یه سری افراد هست که واقعا باید احتیاط بکنن در مصرف گل گاوزبون.